سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به ویدیو. من همین جیت هستم و امروز اومدیم با آخرین ویدیو بازی جی تی سن اندرس. شون داریم تلپورت میکنیم به جی تی ای وی. خب بچه ببین اینجا نگاه کنیم، من دو تا تانک خفن دارم. شاید پیش خودتون این چجوری آوردی بچه. من الان دیگه رسوندمش اینجا رو به آخرین معمولیت بازی جی تی. ما بازی رسونیم به آخرین معمولیت بازی جی تی سن اندرس که داریم بازی رو تمام میکنیم. خب بچه یه جا شما میتونید بهتون این تانکار میده که دیوار خراب کنین. شما دو تا اینو برمی دارین، هر مرحله یه بار میارین میرین تو پارکینگ رو پیاده میشین. تنها کاری که میکنین اینه که خودتون یه جا میکشین. حالا با آرپیچی میدی یکی رو مثلا خودتون رو میکشین. خب واسهتون دو تا تیک فعال میشه. یکیشو میزنین از اول واسهتون میاره، یکیشو میزنین از بیمارستان تلپورتتون میکنه. باید اونو بزنین که از بیمارستان یعنی اولین گزینه رو بزنین که از بیمارستان تلپورتتون کنه که تانکه تو گاراژتون سیف بمونه. خب بچه لایک و سابو بزن، قرار باشه به من نشون که من الان دارم آخر ماموریت بازی جی تی ای تمام میکنم، اونم سن اندریسو. و بالاخره بچه خیلی ازتون ممنونم، تا الان 88 جایمون کردیم و من دارم بهتون میگم واقعا ازتون ممنونم. اینم از پایان بازی جی تی سن اندرس. بریم سراغ پایان بچه. و اینجا بی اسموک مرده است، میزنیم اینجا پلیس رو باید بزنیم بچه. و بچه پایان. ممنون میشم لایک و ساب بزنید.